سلام دوستان خند، با یک خبرشوی دیگر از فانوس خوش آمدید. چهارشنبه با حکم دادگاه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه برای 8 سال و 6 ماه از آزادی محروم کرده شد. این حکم 1 سال و 4 ماه کمتر از آن چیزی است که عیبدار کننده دولتی طلب کرده است. نماینده دادستانی می‌خواست که چهارشنبه 10 سال عمرش را پشت پنجره سپری کند. چهارشنبه را در دعوت برای سرنگون کردن حاکمیت مجرم شناختند، اما خود ورزشگر گفته است از حکم دادگاه راضی نیست. چهارشنبه که یک چهره معروف میان جوانان بدخشان تاجیکستان است، آخر ماه دکبر سال 2021 بعد اخراج شدنش از روسیه بازداشت گردید. 2 هفته قبل از این در شهر دوشنبه یک چهره دیگری معروف در بدخشان، امردین علاوتشویف را 18 سال روانه زندان کرده بودند. علاوتشویف نیز مثل چهارشنبه در روسیه زندگی میکرد، اما ماه ینور سال روان نزدیکانش گفتند که بیدرک شده است. اولهای ماه فوریه باشد مقامات تاجیکستان اعلام کردند که او در تاجیکستان است و بازداشت شده است. گفته میشد که مقامات او را در گروگانگیری و از آزادی محروم کردن عیبدار می‌دانند. و این هفته خبر رسید که شاهده محمد جانوه، مادر بلاگر شیرزاد محمد جانوف معروف به عبدالرحمن 09 را به زندان زنانه نارک انتقال دادند. خانم محمد جانوه ماه اپریل سال روان با اتهام طرفداری از عقیده‌های سازمان‌های در تاجیکستان ممنوع گروه 24 و نهضت اسلامی از جانب دادگاه اسماعیل سامانی 6 سال از آزادی محروم کرده شد. رسانه‌ها تاجیک کشی طالبان را در پنجشیر نسل کشی میگویند. اخیراً خبرهای زیادی از افغانستان میرسد که بر اساس آن طالبان حرکت فعالیتش در تاجیکستان ممنوع در پنجشیر دست به کشتار مردم محلی زده است. عکس و نوارهای زیاد در اینترنت میچرخد که نشان میدهند لشکر طالبان حتی به کودکان و نورسان رحم نکرده آنها را به قتل رساندند. متاسفانه این خبرها در سایه جنگ دامنه‌دار روسیه در اوکراین ماند و سر و صدای لازم را از جانب کشورها و سازمان‌های حفظ حقوق بین المللی به دنبال نداشت، در حالی که علاقه چند کشور جنگ ارتش روسیه را در اوکراین که اینک 80 روز باز ادامه دارد نسل کشی گفتند. خبری دیگری که در پس منظر حمله روسیه به اوکراین به طور لازم انعکاس نشد، کشتار شیرین ابوعاقله خبرنگار شبکه الجزیره بود. گفته می شود او هنگام اجرای وظیفه خدمتی از تیر ارتش اسرائیل به هلاکت رسیده است. تلویزیون الجزیره هم در این کار اسرائیل را گناهکار کرد. امریکا و اروپا خواستند سبب قتل شیرین ابوعاقله عادلانه تحقیق شود. و در همین حال اولین نماینده طالبان به تاجیکستان آمد. حافظ احمد زازی یکچین فوتبال بازان نورس افغانستان را همراهی می کند که برای شرکت در مسابقه کاف 2022 به دوشنبه آمدند. سفیر افغانستان در تاجیکستان محمد ظاهر اخبر گفته است زازی برای آن آمده است که فوتبال بازان نسبت حکومت طالبان حرف بد نگویند و از تاجیکستان به کشور دیگر نگریزند و برعکس به وطن برگردند. اما یک نکته جالب این است که با گفته شاهدان یکچین نورسان افغانستان با پرچم سه‌رنگه افغانستان برآمد میکنند، نه با پرچم امارت اسلامی طالبان. و باز یک نکته جالب این است که تاجیکستان حکومت طالبان را اعتراف نکرده و گذشته از این طالبان یک حرکت ممنوع در کشور ما هستند. اینکه زازی به چه شیوه وارد تاجیکستان شده است معلوم نیست. سفیر امریکا در دوشنبه اعلام کرد ایالات متحده قصد به طالبان دادن چرخبال‌ها را ندارد. طالبان چندین بار دعوا کردند که چرخبال و هواپیماهایی که از جانب خلبان‌های ارتش پیشین افغانستان به تاجیکستان و ازبکستان برده شدند باید برگردانیده شوند. اما سفیر امریکا گفته است این چرخبال‌ها به طالبان دادن نمی‌شوند چون به آنها تعلق ندارند. ابله‌ها همچنین موضوع اساسی این هفته در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی باقی ماند. نوارهای زیاد نشر شدند که نشان می‌دهند یک گروه جوانان خود را از آشیانه دوم کالج طبی ناحیه یاوان به پایان می‌اندازند.
رسانه‌ها نوشتند که مقامات می‌خواستند پس از انجام امتحان دولتی ختم کننده‌های کالج را به کمیسریت حربی ببرند، اما موفق نشدند. مقامات مثل همیشه در گرماگرمی مسئله حادثه را شرح ندادند و در حالی که آدمان حالت کالج یاوان را هضم نکرده بودند، رسانه‌ها نوشتند که در محله معروف به وطن اساس دوشنبه یک جوان از ضربه نیروی برق به هلاکت رسیده است. یک فرضیه این است که او از سرباز شکار فرار کرده به درون ترانسفورماتور درآمده است، اما به گفته مقامات او یک جوان بیخانه بود و مرگش به ابله هیچ ربطی ندارد. سپاس که تا اینجا همراه ما بودید. نظر و اندیشه و ارائه‌تان را بنویسید. فانوس را به دوستان خوبتان توصیه بدید. تا بازدید و خدا نگهبانتان. خیر.